خوش آمدید. لطفاً نقشتون رو به خاطر بسپارید و سعی کنید با توانایی‌هاتون به برد تیم کمک کنید. فراموش نکنید افشای نقش در بازی تخلف محسوب میشه. دور معارفه. یک دور صحبت می‌کنیم بدون چالش. بفرمایید. سلام، امیدوارم بازی خوبی باشه، اطلاق نقش و فحاشی هم نداشته باشه. تارگت میزنم 3 بازی، 6 بازی، 8 بازی. تو چه قیافه اینجوری شبیه هالکی؟ مرسی. سلام دوستان، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. خانم من شما رو میزنم. جوکر دولت نشستی شما رو هفته بازی. عجب. 1 6 9 بازی. چندش. مرسی. نفر بعد. سلام، ارادت 1 تا 10. حسینم از مشهد کوچیکی‌جم. فردا یا 3 میره بیرون یا 2 بازی میره بیرون. گرفتی؟ ببین میگن یه آدم لارجا، به منم میگن یه چقدر آدم قشنگ. لارج. به منم میگن متشکرم. یه آدم لارج. نفر بعد. سلام و عرض ادب. قربونتون برم. آرش، من همینجا نشسته بودم با همین نقش 10 مافیا بود. دهنت گاهیدم چجوری مافیا میگیره. متشکرم. نفر بعد. آقا شبتون بخیر. بی تربیت نباش دیگه. شماره 4 1 و 2 خانوم من اصلا آقایونم باشن نباید پاش بدی. بی درود به تربیت مرام، نفر. درود به تو عظمت، چرا ناراحت درود به شدی؟ هم حالا بزرگی، لختشو به کشیدم دیگه. بین 1 و 2 جسارت، در. به مرسی. نفر شجاعت. بعد. سلام، شماره 6 بازیم. از اون طرف رسیدم واقعا بگم چیزی نصیبم نشد. حرفای شماره 3 رو فردا یادتون باشه. حالا با شماره 2 شاید چشم باز کنه. حرفای شماره 3 یادتون باشه. 4 تا متشکرم. نفر بعد. آقا معیار رو سلام عرض ادب. معیار تو بازی میشینه 2 تا حالته. مافیاس داداش دست هیچ مال جوره به خودشه، ملاقات شهرونده میشینید نمیکنم. کنار بازی رو در میاره، تنک عشق میکنید بر موهاتم. خودتون. درسته؟ یک کارت مافیایی کشیده. حسین من انتخاب کردم. دهنت سرویس، دیالوگت خیلی خوب بود با شیشه. نفر بعدی. متشکرم. نفر بعد. سلام و ارادت دوستان، یک تا 10 بازی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. یعنی بچه شما متوجه شهروند نمایی 4 نشدین؟ خیلی خوب. تو پاشو یکی رو گردن میگیر چون باش چش باز میکنه. فردا میزن. نفر بعدی. سلام دوستای گلم، خوشگله خودم، دوستتون دارم دوستای و شعبده باز من این سری میزنم ولی یک خروجی میشه. یک مافیایی کشیده 6 یارونه چشم کردیم. با اعلام من. شب میشه و شهر به خواب میره. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. یک دور صحبت میکنیم با چالش. بفرمایید. دوستان، اول این که من صدای بعضیاتون رو نداشتم، شرمنده. ببین خانم، به بقیه چیزایی که گفتی کار ندارم، ولی خندهات خیلی مصنوعی بود. شما شهروند نمایی کردی 9 بازی، تو 1 و 2 رو نباید با هم دیگه بزنی بگی چش باز کردن با هم دیگه، باید 1 و 3 رو میزدی. 3 به پشت خواه من یا بین 1 و 2 انتخاب کرد، 2 رو گردن بگیر. تو باید میگفتی 1 و 3 با هم دیگه یارن، نه که 1 و 2 با هم دیگه چش باز میکنن. اینجوری میزنم. متشکرم. نفر بعد. معیار کارتم فدات شهروند کشیدم قربونت برم. این نه آدز چشم باز کردن با من گذاشت، یه خورده با تو گذاشته ولی شهرونده به نظرم. خب جدی دارم میگم، یکی کارتش از نظر من همچنان مافیایی. شیشه هم دیالوگاشو میشنوم دوباره دنده عقب من، خودت میدونی که من نمیتونم به تارگت بزنم. منو نده، شب نزن اگر مافیایی من نزن. متشکرم. نفر بعد. تو از ساید منو 3 استقبال میکنی دیگه. آره یکی بازی ببینم لایک تو. من حاضرم فدای شهر بشم تکتیر تو رو بزنه. به این گاوم کاری ندارم. این سبک بازیش، من حسینم از مشهد. من اون دست با 7 مافیا بودم. کل از من این دست شهرم. 7 با نقشم بگم چیه؟ نقش خرفته 8 بازی هم. مرسی. نفر بعد. بچه ها نقطه فرار میبینین کجاست؟ این نقطه فراری نداره. من که 2 رو تارگت زدم، 4 هم تارگت زدم. بعد تو اومدی منو با 2 و 4 تارگت هم
من امروز بازی به این دوتا میگم شهروند، با همینا تو رو میکنم. ببین امروز به گردن من بریم اینجا، فردا متشکرم. منو بدین بیرون. نفر بعد. شما رو گردن نو نداری، گردن داداش بشین به من سر جات بابا. بشین. حسین مشهدی داره میگه دو میره. گرفتی چی دارم میگم؟ اون نقش به در نخور داری دیگه، به درد من نمیخوره. اگه نقش خوب میداشتی نگرم داشتم، خدا وکیل میگی نقش بد دارم. نقش خرفته و 8 قبلی به درد من نمیخوره. خواه برو بیرون. مرسی. نفر بعدی. با حرفات فسفرای مغزم پوسید. یعنی آخرین سلول توسی مغزم گفت بلوپ. تو از این نمیترسی که هفته مافیا باشه تو بهش نقشتو میگی؟ نه امروز که دیالوگ نکرده با تو، به هفته گفتی نقشتو؟ آقا به هفته گفتی نقشتو، من همو 8 خرفتم، چرا میزنی زیرش؟ نمیترسی اینکه هفته مافیا باشه؟ متشکرم. نفر بعد. نه واسه اینکه اون دک باش مافیا بودیم، جفت مافیا بودیم، اون نشست تو هفته بازی، من پوزیشن 6 بودم. بهش دارم میگم من 8 بازیم. خبرنگارم در خونه گفتم میخوام دیگه، تو چیکار داری؟ چرا بازی من چیکارم؟ چقدر سوختی؟ چرا حمایت میکنی از که بازی؟ چرا بازی؟ چرا بیا. نفر بعدی. خنده های هیستریک که میگن همینا، میدونی چی میگم؟ یه مسئله ای هستش اینجا، دارن بدجوری همدیگه رو میفروشن. دعوا خانوادگیه، فکر کنم دخالت نکنیم بهتره. جوکر جدی فعلا دارن همدیگه رو میزنن، بذار ما بشینیم نون ماستمون رو بخوریم فعلا امشبو، یه امروز نون و ماست بخوریم، بذار اینا همدیگه رو میزنن دیگه. خود مافیا افتاده به جون خودش. آره مرسی. شماره 1 برو ای ملعون. شماره 8 بنویس، دفتر کاغذ آوردی؟ بنویسیم بیاناتی مرتا شقایق هست، زندگی باید. یک باید بری چا بعدش دوره بیرون کنی. متشکرم. نفر بعد. حالا چه بدم به یک بازی؟ نه دیگه شماره 7. من تو روز معرفه 2 بار دارم تکرار میکنم 3 بازی 2 بازی رو گردن گرفته. فردای بازی حواستون به شماره 3 بازی باشه. 2 بازی 3 بازی داره همش میکوبه تو، چالش میگیری تو ترن خودت، اصلا راجع به شماره 3 صحبت نمی‌کنی. 2 بازی فقط 1 بازی و 4 بازی. 2 بازی به نظرم میشینه مافیا. اول اینکه وقتی تارگتتون یک بازی گو میخورین چالشتون رو میدین به یکی دیگه. بعد دوم اینکه من مافیا وقتی نقشاتون رو به هم دیگه میگین من به کی تارگت بزنم؟ سوم اینکه همتون پلشتین، مگه میشه یک نفر بلند نشه بگه یکی داره تارگت کش میشه؟ نفر بعد. به جون مادرم من الان میخواستم اینو بگم، به جون مادرم اصلا گفت گو میخورین، دیدی خنده ها رو معیار. به جون مادرم بازی رو بهت میبازم خودت. همه گو خوریم، یعنی همه. ببین 2 تا حالته، یکی قطعی مافیا باشه 3 و 4 یه دونه یار داشته باشه، یکی شهروند باشه از کارت شهروندی، یکی 3 و 4 دارن دو رو تولید میکنن. 1 3 4 بیام برو بابا یا اول فصل. نفر بعد. نه بچه‌ها منم باشون بیاریم بالا. آقا من دیروز به یکم گفتم دیگه، گفتم تو از سایدی که 3 با من بسته استقبال میکنی؟ گفت آره. تو استقبال نمیکنی؟ تو استقبال کن، منو بیار بالا داداش گلم، عزیز دلم، فدای چشات بشم. تو هم استقبال کن، خواهش می‌کنم مثل این جسور باش. متشکرم. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. الان این همه حرف تو بازی دارن، این همه مشروب تو بازی، فقط 6 بازی.
توی بازی من اصلا راجع به صحبت نکردم. دیروز بازی گفتم به سه بازی سه بازی فقط داره تو رو میزنه. اصلا راجع به سه بازی چرا صحبت نمی‌کنی؟ خب مافیایی دیگه، مطمئنی سه بازی شهروند، 8 بازی هم مافیاست. نفر بعد. الله اکبر. بچه این بنده خدا که شل کرده کاری ندارم، من به جای بقیه ازت معذرت میکنم. انشالله یارات بتونن جمع کنن بازی. 4 بازی کاراگاه بیاد در خونه داداش گلم، لایک و دیسلایک تو ببینم. آفرین. یعنی اگه این شهروندمایی کرده حتما برای ما تکلیفش مشخص. آره عزیز دلم، من که تو رو فراموش نکردم. امروز یارتو میدم بیرون، فردا مرسی. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الله الله، همه با هم الله الله. ای داشت میره بیرون، یک اومد شد خانم. صدق الله علی نفر العظیم. بعد. یک هی شماره 4 بیا عشق منی میخوامه. یک برو. امروز میخواهیم به مطاف تزویر برویم. تزویر بدترین آفت دیگه دیسکارکشن به چه خودشم. شماره 8 برویس بیانات آقا را. نه شرقی نه غربی. نفر بعدی. چرا فکر میکنی یه نفر که همه دارن یه کر میزنن من میام دلار تولید میکنم من میشم مافیا؟ کسخلم مگه؟ مافیا باشه خب میکشم زیر یکی یارم هم باشه تخمم هم نیست. تو از این نمیترسی که من پدرخوانده دیک باشم؟ من پدرخواندم دیگه، من مافیا سومم. هی خدا، ای خدا دهنتون رو میریم برای رای گیری. افرادی که به دفاعی اومدن دفاعی خودشون رو آماده کنند. من چه مافیای شوی هستم خبر نداشتم. بعد شما کلپسا منو بگیره. تو مگه دوئه رو گردن نگرفته بودی؟ دوئه حتی با تو دیالوگ نمیکنه بعد تو هم قبول میکنی رأی بهش نمیدی، میگی یکه شل کرده. این کاراگاه اینجا قطعا مافیا در میاد. استعلام بگیره براش مثبت در میاد. من تو بازی باشم میرینم تو بازی، بهتون گفته باشم. میریم سراغ رای گیری. کلام آخر. وصیتت رو میشنویم. آقا کون لق بهتون. خیلی کسخلین واقعا پلیرین شماها. ببین اینجا حتما خبری. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. دکتر این شهر به کمک نیاز داره. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. درخواست اعلام وضعیت. رای نمیاره. یک دور صحبت میکنیم با چالش. بفرمایید. هش بنویس یک قربونت برم عزیزم. ما بنویس شماره 9 نبودی آراد فروختم. گفتم مافیا نوعی بود. قربونت برم. نفر بعد. مرگ قربونت برم. ببین دوئه دیالوگ میکنه میگه دست قبل با 7 من یار بودم الان مطمئنم دوتایمون شهروندیم. تو مگه 3 بازی 1 و 6 هم داشتن دوئه رو میزدن. تو مگه تارگت مشترک با ما نداشتی؟ برای چی زیر 1 رای میکشی؟ مرسی.
چی گفتی ده بازی؟ من نبودم یارم فروختنه. یارم که خودتی کسخل. آره. چی شد؟ من دیسکانکت شدم نفهمیدم چی شد. داداش این یک نشسته هنوز. آره باز دیروز تو یه دیالوگی کردی خیلی ذهن منو به هم ریختی. یعنی خودت معتقدی که مافیایی؟ الله اکبر. فکر کنم مرسی. خانومی عزیز دلم، من هم رای زیر تو کشیدم هم رای زیر شیشه بازی. هم شیشه زیر من رای کشید هم شما عزیز دلم. این بلند شد ساید بهش گفتم تو پوزیشن خودت چی کار داری به ساید میگیری با من دخالت میکنی. این دیسلایک داد. آقا من میرم بیرون. مرسی. نفر بعدی. یعنی ریدم تو سبک بازید یک بازی، یعنی ریدم تو سبک بازید. خب لاشی دارم دو رو اجماع میکنم بره بیرون، اومده من مافیایم. چی؟ اعصاب آدم تخمی میکنن. دو رو بده بیرون. ریدم تو سبک بازید یک. به قرآن مجید دو رو میخوام بدم بیرون. میگه نفر من بعدی. عیار جان داداش قربونت برم، به خدا چشام کف پات. عیار موزه بده بذار یه دونه از چیزا بده. نوکر داداش قربونت برم. دو خانم دو شهروند کارت شهروندی بهت قول میدم. دو شهر نو هم کارت شهروندی درسته. چهارم دیالوگ شهروندی کرده. مهیار ببخشید خواهی میکنم سه بده. نفر بعد. آرش به جون داداش کارت مافیایی کشیدی. یعنی داداش شرف میذارم مثلا. ببین یکه رو که اول خود تارگت کردی، بعد اومدی الان 9 2 سر رو زدی. دیروز منو تارگت کردی، چرا منو دیگه نمیزنی امروز؟ داداش آرش جان برو بیرون دورت بگم. متشکرم. نفر بعد. داداش با اینکه برام سخت جلوی چشم یارم رو پرپر بکنی ولی اشکال نداره، میذارم که رأی بدی بهش. جدی میگم برام سخت دیدن این صحنه ها. یه تراژدی بدیه ولی اشکالی نداره دیگه. داداش حسین شرمنده مجبورم اینجای بازی بفروشمت دیگه. قربونت برم ببخشید دیگه. فردام کتی رو میفروشم. حل. مرسی. آقا میدونین بچه ها داستان چیه؟ این آقا حالا من قرمزشم میکنم محال ده یارش نباشه. ده بازی تو پر کردی خودتو برای خروجی. حالا من دیسکانکت شدم نمیدونم پنج نیام چیل دار نمیدونم ولی امروز به نظرم ده گلتره. مرسی. علی بذار بدم آرش ببینم. آرش موسوی چی بود دادی ما خوردیم. آرش موسوی فسفر نسوز. وای دهنت. ببین یعنی یه جوری شهروند میخوره اونو اونطوری نمیخورم به قرآن. خیلی خوب میخوری شهروندا رو خدا وکیلی. نامرده هستی باشه اونم اونجوری میخورم. من شهروند میخورم ولی به شرافتم قسم میگم. به شرافتم قسم چون کنس بدیم زنه به خدا قسم مافیا نیستم. ولی طوری نیست چون بعد بازی کردم اجماع تو ما باشه. مشکلی برای سر. مرسی. نفر بعد. میدونی بعضیا بیناموسا میان کد برمیدارن میگن با 7 نیستم با 5 هم نیستم اصلا کلا جدی دارم میگم بیا 7 میگن 3 مثلا مافیای. خب تو این لاشی بلند شدی گفتم 2 رو بده بیرون گفتی 1 اول بره. الان تو چی موضعی داری که 3 بره بیرون؟ بازی گاو دیگر نگاه کن پشت سرش بلند میشه 3 بره بیرون. نفر بعدی. داداش اینجوری داد میزنی واریکوسلت میترکه به جون. یه دست بزن ببین حالتش نرمال هنوز. جانت ببین جون داداش. من رفتم دکتر بهم گفته دیگه داد ندم معیار میده.
حالا برو منم ببر ایراد نداره قربونی چشات برم. نفر بعدی. آقا به اجازه بده این بنده خدا امروز منو بخوره. خب امروز بذاری منو بخوره. چرا دیگه بذاری امروز منو بخوره تاتم بزنه و فردا بندازینش بیرون. چطور سه بازی؟ یک بازی خر گلم به من رأی بده. فدات بشم به من رأی بده عزیزم. بذار این یه دونه هم بخوره. شاد دیگه کاری نمیتونه بکنه که. مذاکره است آخه. نفر بعدی. مرسی. نفر بعد. برار مشهدی فوش متی گو میخوری فوش صدا تو چی میبری بالا؟ من کی گفتم دوه نره میگی ریدم به بازی دوه گفتی دوه نره 8 بازی میگه تکتیر بزن حتی سفید بشه. والا این شهرونده کسخلی که من میبینم تکتیر نمیزن. الان با هم دوی مافیایی که تو داری میکشم زیره. نفر بعدی. این تخم نداشت به سیب حضرت عباس دونم هرگلنج نگه دستی جورت به سه بزنه گفتی خواب سه میره سه مافیه به ولی من به قرآن شهر برای رأیگیری آماده باشید. افرادی که به دفاعیه اومدن دفاعی خودشون رو آماده کنند. آقا خوشحال شدم با تک تکتون بازی کردم. شهر بازی بودم. شما با یک جمع کافر بودیم به قرآن شهریم. همه هم رای دادن دمشون گرم. همه هم کافرن. یکی مسلمان نیست که بدون با قسم خورده. دمت گرم. دو قشنگ یارت هفت هم زد ازت. عالی بودین. دمتون گرم. میریم برای رأیگیری. کلام آخر. وصیتت رو میشنوی. خدا سرشاهده فکر کردم وصیته. شهرم دمتون گرم. همه عالی بودین. اگه بیادبی چیز شد ببخشین. این خانم گاو بازی بود واقعا. رید تنهایی توشی ولی خب هر دیگه نشستم واقعا دو عالی بوده. کتیب مافیای بازی بود. اینا هم که کد برمیدارن خیلی بی‌ناموسن. ببخشید. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. دکتر، این شهر به کمکت نیاز داره. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خدا بس دیگه. درخواست اعلام وضعیت. خسته شدیم دیگه. رأی میاره. قبل از اینکه صحبت رو شروع کنیم ازتون میخوام که به همدیگه چالش بدید. بفرمایید. آقا تو چقدر احمقی. من دارم میگم من شهرم یا ابوالفضل دارم من هم به تو رنگ میدم هم به این. خدایا دکتر چرا سیرت رو این نذاشتی؟ ای خدا لعنتت کنه. یعنی 3 تا شهروند آقای هفته عزیز. تو دیروز منو با 50 سفید کردی یا؟ متشکرم. نفر بعد. من دارم دیروز باهاتون دیالوگ میکنم میگم دهه گل توی مافیا. بدبخت چرا سیب ندادین؟ یه دونه شهروند تو بازی بود اینم سیب. دکتر دمت گرم. دکتر منم سیب نداد. اما ده بازی میکنم حقیقت. من دیروز زورم زد. ببخشید غیر بازی میکنم برای کاپه. مرسی. نفر بعد. ببین روز وقاحته. خب
ناموسن با من بازی میکنید، ناموسن. من اصلا مافیا، منم بکنید بیرون، اصلا من با ناتو یکی رو میبرم. خب یا با من بازی میکنید شهر میبره یا بازی نمیکنید. زدمش نرفت بیرون، به تخمم بذار منو ببره، من تکتیر بودم زدمش نرفت بیرون. میخوای بازی کن؟ میخوای نفر بعد. خانم دهنت سرویسی فوش بیناموسه رو ببین بگم کردی. خیلی حرکتت فول بوده، اب نداره کنس تو خوردم. همیشه کنس معیار رو میخوردم این سری. معیار یه مذاکره با من میشینه یا نه؟ من خیلی گو پلی بودم، با من نمیشه. همین که شاتم نمیکنی خودش مرام معرفت. مرسی. داداش من 3 مافیا تو دستامه، 3 مافیا تو دستامه. حالا بین 9 و 8 اینجا گیر کردم، نمیدونم چی بکنم. رفاقتی دارم بازی میکنم دیگه. بین 9 و 8 گیر کردم. حالا 4 میتونه مذاکره باشه، 2 هم میتونه. 2 بعید میدونم، 4 فروختش با جعبه، ولی خب دیگه تعارف نداریم. 4. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. داداش راحت باش بابا، من که نیومدم اینجا با کسی دعوا کنم که قربون چشات برم. بعد به جون مادرم من سواری بده اعظمم به حضرت عباس معیار میدون. همین الانشم دارم سواری میدم. این عوضی به من گفت شهروند ساده است، حاجی برای گول زد. من گول خوردم، گول. به جون مادرم گول خوردم به قرآن. بیشور من دارم میگم خبرنگار بیاد دم خونم. عجب خری هستی تو همه بازی. پلشته نگاه کن. ببین زره پوش که رفت بیرون. دنبال چی میگردی؟ این هم که میگه تکتیرم من دیشب زده نرفتم بیرون. چی داری واسه خودت میگی پنجه بازی؟ تو دیرو منو سفید داشتی با پنجه بازی، امروز منو قرمز. نفر بعدی. مرسی. نفر بعد. داداش 8 داره سواری رو از من میگیره، تو میبخشی بهش؟ میدونی چی دارم میگم؟ خیلی لشی، جدی دارم میگم. بابا 2 رو بدین بیرون، داره رو پایی میزنه دیگه، خداییش دیگه نمیدونه چی کار کنه. جدی دارم میگم. این 4 بنده خدا مرده، دلش سوخته، چیکار کنیم؟ متشکرم. نفر بعد. داشت تو 3 روز 8 تا بازی رو نمیبینی؟ نمیدونم والا، اگه تکتیر تو بازی هست هیچ من شار گردن میگیرم، وگرنه این میشه قبله دستش بازی میکنه. ندارم 4 بازی داره 0 بازی میکنه، تارگتش هم میزنم تخمش هم نیست. داداش ما رو هم یکم حساب بکن. نداشته کنم به نظر 8 هم متشکرم. نفر بعد. مذاکره روت میشینه؟ 5 بازی نمیشینه؟ با 8 با تو میشینه؟ بابا کی نمی کنم، گو خوردم تو رو که با دکتری میبرم. کس شعر نگو داشتی، کس شعر نگو، دکتر بازی. متشکرم. نفر بعد. شماره 4 مکن سی تو رو خوردم مواز تو سیستم وقتی آقا رأی بکشین زیروش منم دیسکنک میشم. منو با دکتر ببین انجام که یاده شرفم. اخی منو با دکتری ببین. اخ گولم زدی ای گفته آرش موسوی وقت. میریم سراغ رأیگیری.
متهمان آماده دفاعیه باشند. آقا من اگه بدیم بیرون که یه شهرم از دست میدین، هیچ اشکالی نداره، شهرتون میبازه. این چاره خودش رو انداخت جلو پنجه، چاره خودش انداخت جلو پنجه، الکی هم گفت پنجه رو تو مذاکره میشینه، دیسلایک داد. اگه میخواین ببرین که با اینو بدینش بیرون. آخه برای کی رئیس سوسکی کشید زیر من؟ آره پنجه دادن، یکی دیگه هم سوسکی کشید من ندیدم. هشته بازی تو چرا به در میدی؟ متشکرم. نفر بعد. ببین ناموسن اگر با شما 2 نفر میشینه مذاکره، حالا اینم بود اشکال نداره، آرش با تو هم بود فرقی نداره، دورت بگردم فرقی نداره. نوع بازی اگر با تو هم میشینه بهم بگو، این دو رو میخواد بکنیم بیرون ما ببریم، اگه نمیخواد بکنید بیرون که منو بدید بیرون، بعد بگو دیگه. بعد اگه میشینه با مذاکره حتما بهم بگو 5 بازی یا 7 بازی. نفر بعدی. داداش مشکل من جوکره، به من اعتماد نداره، جدی دارم میگم. منو مافیا داره پس ذهنش، یعنی به تارگت های من رأی نمیده. یعنی الان باید 9 می آورد بالا، نیاورد بالا. حاجی من مافیا نیستم جوکر، نیستم، جدی میگم. بازی هم فان بود جدی فان بود، قشنگ بود، فقط جهت خنده. مرسی. نفر بعد. داداش به جون مادرم من کسخل شدم یه مدته. این تکتیر بود خب، حالا کاری ندارم ولش کن، نمیدونم، ولی من کسخل شدم. حضرت عباسی حق با توه، من همین الانم کسخل شدم. میگم دارم کولی میدم که تو که دیدی من خوراکم کولی دادم. بعد کارتم هم کارت شخمی بود دیگه. نمیدونم دیگه، بازی رو باختیم دیگه، ببخشید 3 باز. متشکرم. نفر بعد. هنوز بازی رو نباختی، چرا طور خودتون تو موضع ضعف می‌بینی؟ نم داری کنس میخوری هفته بازی خب این خود داره علنی میگه من مافیا، میگه داره علنی میگه من مافیا. خواهن مذاکره بدین بیرون 5 بدین، یا 5 مذاکره از حالا نمیدونم، یعنی به نظر خود شاید اینم مافیا باشه یارشو داره میفروشه. میگم 5 امروز بره مذاکره. مرسی. نفر بعد. منم آوردی بالا. به به بابا 5 رو موافقم، ولی هر کدوم رو خواستیم بریم 5 بدیم. منو میتونیم با دکتری، چون مگه نوینده من دیسکانک میشم. میریم برای رأیگیری. وصیتت رو میشنویم. یه دونه شهری که به من رأی داد چی فکر کرد؟ جدی میگم خیلی تابلوه، خیلی شوان اینا. بازی نکردم و امشب یه ذره میزون نبودم، ببخشید دیگه. منم شهروند ساده بودم عین خودت. متاسفانه شهرمون شکست خورد. 3 بار داره ازت برو پایین. نوهای بازی برو پایین من نمیرم پایین. نگاه همون اول نگفتم 2 4 من امتیاز بود منفی، الان میخوای چی بگی مثلا؟ بابا ول کن. چه اینه درست بود روز یک چی کار تونستی بکنی؟ 2 بار بازی تو دفعه میگی نه دیگه اینجوری نگو دیگه دکتر، دیگه اینجوری نگو دیگه.